هلو گایز، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. این دست بیل. الان من اینو کجا فرو کنم؟ همینجا میذاریمش. حالا ساموزو در بیارم بذارمش اینجا، بعد هم میخورم گدابازی باشه. امروز اومدیم تفاوت فارم سب کن رو فارم $100,000، فارم $5، $10 و $10,000 و $100,000 رو ببینیم. و جالبه بدونید که بله دوباره شروع کردیم فعالیت. اسم چنلم عوض کردیم، تاکتو گیم بود چون قبلا با اجازهتون چون قبلا یه چنل اصلی داشتیم که توی اون فعالیت میکردیم، ولی خب الان دیگه اون چنل رو متاسفانه ایمیلش از دست خارج شده. ولی تو این چنل هستیم، قراره گیم بذاریم، قراره ولاگ بذاریم، قراره چیزی بذاریم. حتما ساب و لایک یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. آمدیم اینجا حساب کن. چه حساب کنیم اینا؟ چجوری بریم کرد؟ آها دراب صدا باحال میده. آره داشتم میگفتم. داریم اینجا $100,000 بودی چی شد؟ این جا فرم $10 داریم. $10 خب 100% فارم زیاد گرونی نیست و همون فارم یکی تو ویلیجرا بود. حالا این میخواید شبش هم بریم تست کنیم. بذار شبش رو برداریم من تست کنم. الان سوتی میدم اون لو میده. آها اینا سب کن بذاریم شبش هم ببینید. نایی داره نمارم بخوش. آره اینم شبشه به این گونه است. خب 100% فارم زیاد خفنی نیست بگم. همون فارم ویلیجریه، یه خط آب و 2 تا ردیف کشاورزی که از هر طرفی که 4 ردیف. چقدر من توضیح میدم داری میبینی دیگه. آره یه فارم ویلیجری ساده است. 10,000 تایی حالا یکم خفن تره. سب کن مثل ببینم چجوری بود رفتیم تو کدوم دکمه رو زدم. نه الان کدوم دکمه بود؟ آها این. آره من یکم دستم بیاد تو میگیشه. آره میگم دی دوباره. آره چه اینا رو من خواهم زدم. به به چه جایی چه چیزی. یا اینجا همین بیلو بکنم، همین بیلو بکنم دیگونه. بیا اوخ ببین آقا، بیا انتقام همتون. آها بمیر پدر سگ ما. آره ماپ ها رو دارید میبینید. کلیپر حاجی $100,000 رو بهتون نشون دادم. ای بابا اصلا از قصد نبود. ای بابا نه ولی واقعا از قصد نبود. بچه‌ها من دهنم سرویس شد تا سر اینا رو بخوام بسازم. چرا؟ چون که من ورودو ساختم، دنیا رو ساختم، رفتم توش، تو کویر اسپان شدم و به زور تونستم یه جنگل پیدا کنم، فارم جنگل رو پیدا کنم که بتونم توش مزرعه بسازم و استفاده کنید. آره این $10,000 بچه حساب کن. $10,000 ده. آره دستم خواه کن. نه اون بیلو بده من نخواهده. آره ده. از این فقط یه دونه. اوکی $10,000 که این دفعه 2 تا میوه مختلف داره. سر این گرون تره و جالبه بدونی اینجا گوسفند زندگی میکنه با مرغ، یعنی که تو $10 چیزی نداشتیم. این چقدر تو گذاشتن سگورم ولی ای وای برید خونه هاتون. اینا الان گیر کردن. خب اینو بزن، اینا بزن. آها
بابا چجوری میذاره؟ مزبدر میذاره؟ مثلث میذاره؟ چجوری اینجوری میذاره اینجا میکاره؟ فقط ما این داره؟ با این؟ آها با این میکاره. اوکی. چرا دوتایی میکاری؟ برید گم شید. برو گم شو. آره موفق شدیم. 2 تا مرغ بیشتر نبود. آره و خلاصه که آره دیگه این دسته نارم پایین. زیاد دیگه دسته خراب. عنکبوت بریم تا بیشتر به گم نکشیدیم. بریم که شبشو ببینیم اینجا رو. نمیتونم شب کنم. چیه نگاه میکنی؟ آره بلد نیستم. تایم نایت. اوشه این شبشه. همونجوری که میبینید نور پردازی خفنی داره. تازه گندماشو نمی‌فهمم. گندم داره. گندم بله اینجا میبینید که اینجا هم چراغ داره. نور پردازی زیبا داره. تازه اون تو هم از اینکه اینو وحشت نکنن بچه ها ما مشعل گذاشتیم و بریم سراغ 100,000 داری. تبلیغ نکنید بریم سراغ 100,000. داداشم اومد. ایوا اون یکم گریه میکنه الان. ولی من دارم ویدیو میگم برای شما ها بس لایک و سابیتون نره. منت نمیذارم. به چه مزرعه قشنگی. میبینید که این مزرعه این مزرعه $100,000. میبینی 100,000. ویدیو رو خراب نکن دیگه. $100,000. معذرت میخوام بابت این صدایی که اینجا من نمیتونم دوباره ضبط کنم. نمیکشم. آره کدو هم بچه اینجا روش کرد. این کدو هم اونا هندونه ها انگه دارن روش میکنن. آره این دیگه خیلی زیاده. میدونی چی میگم؟ خیلی از اینا هست. اون هم گاو داره هم گوسفند داره هم مرغ. و جالب بدونید اینجا کاکتوس داره با اینکه اونجا نداشته. ویلیجر هم افتادش بیبی زامبی. آره و جالبه میشه جلوی اینو بست. خیلی ساده این گونه. یه دونه چوب باید بذاری اینجا نگاه. مثلا بعد میخوای صرفه جویی کنی در مصرف آب میذاری. صرفه جویی کردی. چقدر صرفه جویی داری. حالا این یکی هم میتونی صرفه جویی کنی. فقط اینا یک بار دیگه. یک بار مصرف. آها یعنی این مزرعه خشک میشه ولی بهتره باز کنی چون اگه خشک بشه خراب میشه. آره از آبشار طبیعی درست شده. یادم ما 100 طور ساختیمش. آبشار هم خودمون ساختیم. الکی نگم. دروغ نگم. دروغ همتون دروغ. و اینجا بسیار منطقه حاصلخیزیه چون اونورش دریا هست. هم بوزی میام میگم. آره خیلی مزرعه قشنگیه. یکم از این جلوه‌های ویژه براتون بذار بگیرم.